در این بخش پروگرام از شخصیت علمی و سیاسی کشور فضیلت مآب استاد عبدالرب رسول سیاف با کمال احترام خواهشمندیم تا با سخنان عالمانه خویش قلبهای ما را نورانی تر سازند. جناب محترم پروفسور استاد عبدالرب رسول سیاف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و من بهدیه اهتدى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظیم. درنو او محترم و بهرنیو او کورنیو ملمنو ستړي مشي. خدای مو راوله هر کله راشي. د ټولو دپاره سعادت او نیکمرغي غواړم. دوستان عزیز، محفلی که به ارتباط تجلیل از هفته صلح و یاد بود از روز شهادت استاد بزرگوار ما در اینجا دایر شده، ما فقط چند مطلب را بازم در چند کلمه مختصر حضورتان پیش میکنم. ما استاد شهید را از سال 1339 به این طرف میشناسم. اولین بار که به سیمای مبارکش چشم ما خورده بود، ما متعلم صنف نوع مدرسه علوم شرعیه پغمان بودم و اینا محصل صنف دوم فاکولته شرعیاتی که در او وقت در پغمان موقعیت داشت و مدرسه و فاکولته هر دو در یک تعمیر بود. در مو وقت چشمم به سیمای مبارکش خورده بود. ما اگر در رابطه به شخصیت استاد هر قدر صحبت کنم، صحبت ما حاوی و در برگیرنده تمام جوانب شخصیتش نخواهد. انسان خوش سیما، خوش سیرت، خوش برخورد و یک دعوتگری که با مواصفات یک دعوت اسلامی کاملا آراسته بود. زبان شیرین، قلم شیرین، صحبت شیرین، آمیزش شیرین و پیشامد شیرین داشت. ما هم در درس و هم در دعوت سمت شاگردی از او را دارم و فضلی از او و منتی از او تا امروز و تا وقتی که زنده استم سر مخواد. اینطور تصور نشه که استاد مبارزه را مثل که دی اواخر دیده بودن از داخل لنگروزر و از بین قصرها شروع کرده. من روزی را به یاد دارم که شهید استاد غلام محمد نیازی برای استاد گفتن که اولین حلقه نهضت اسلامی افغانستان را در بین شاگردای پوهنتون کابل تأسیس بکنه. ما به همراهی استاد بودم. ما جای نداشتیم، یک اتاق هم نداشتیم که در او اجتماع خود دایر کنیم. یکی از شاگردای ما سید عبدالرحمن نام داشت که شهید شد در محبس، از تخار بود. کم زندگیش خوب بود. یک اتاق را به 300 افغانی به کرا گرفته بود. در سرای غزنی موقعیت داشت. اوجه که رفتیم در اتاق فقط یک سترنجی کهنه بود.
توشک، بالشتی چیزان وجود نداشت. یک کوزه گلی پر از او در کنج اتاق ماندگی بود و یک گیلاس علبی کونه سرچپه در سر از کوزه ماندگی بود. تمام دیکوریشن از این اتاق اینمی چیز تشکیل میداد. و اولین حلقه تحریک اسلامی و نهضت اسلامی افغانستان که به نام نهضت جوانان مسلمان یاد میشد در اونمو اتاق شروع شد. قصه دراز است. بعد از اینکه ما از لحاظ امکانات و وسایل چقدر محتاج بودیم، چقدر فقیر بودیم، چقدر ناتوان بودیم، یعنی اگر ما برایتان قصه کنم شاید شما اصلا قبولم نکنید. حتی تا به روزی که حکم گرفتاری استاد شهید صادر شد، از ما صادر شد، از استاد نیازی مرحوم صادر شد، ما تعهدنامه های نهضت اسلامی افغانستان را در دیپارتمنت حدیث، در فاکولته شریعت، در خانه های میز رسمی خود نگاه میکردیم، جای نداشتیم. تا رمو وقت هم جای نداشتیم. و اساسنامه نهضت را که طبع میکردیم، ما یک تایپی که به دست و تایپ شوه نداشتیم. در وزارت زراعت یک تایپست با ما تنظیم شده بود. یک روز بعد از وقت، بعد از 4:30 بجه روز اموجه در جای خود ششته بود. مولوی صاحب عبدالرحمن شهیدی را برد اوجه تایپ کرد و پس آورد. استاد بزرگوار در اونمو وقت با پیاگردگشتی، با گرسنگی، با بیچارگی این دعوت را به پیش بردن. و این چی میکنیم که از کلی از یک بگذاریم، مظلومانه ترین وقت زندگی استاد وقت ریاستش بود. در روی زمین مایتر رئیس را ندیدیم که از روز اول ریاستش تا به روز آخرش پیوسته و همیشه در رنج و محنت زندگی کرد. و به اصطلاح عوام ما و شما از امو روزی که دی قصر داخل شد و تا روزی که شهید شد، حتی بعد از ریاستش هم همیشه به اصطلاح گپ مشهور ما و شما نان خود را در خون چکه کرده و خورد. به اینمی ترتیب مظلومانه بسیار محرومانه دعوت کرد، مظلومانه ریاست کرد و مظلومانه به شهادت رسید. خداوند روحش شاد داشته باشه و خداوند ما و شما را بعد از حسن عمل و حسن خواتیم در جنت امرایش یک جای کنه. فقط 3 مطلب کوچک می گفتم. 1، جامعه جهانی، همسایه های ما و امت مسلمه به شمول رعایای جمهوریت های که تحت تسلط اتحاد شوروی زمان بود، همه از اینا باید ممنون احسان افغان ها باشند و باید ممنون احسان افغان ها می بودند. ما خطابم به کشورهای بزرگ جهان است که گپ من میشنون سالهای قبل از شکست اتحاد شوروی را به یاد بیارن که سالانه در بودجه خود چقدر پول را برای مقابله با توطئه های کاجیبی تخصیص میداد. جهاد افغانستان برای از این زمینه پسنداز بسیار کلان و بزرگ را مساعد ساخت. از یک مصرف بسیار کلان اینا بیغم شدند. در هر یکی 2 ماه میشنیدی که در جهان سوم یک کودتای سرخ برا افتاده. بعد از جهاد افغانستان کسی نام کودتای سرخ را نشنید. قطعا
چیزی کم 70 سال مردم آسیای میانه و مردم خود روسیه زیر یوغ یک نظام وحشتبار زندگی میکردن. اینا همشان نجات پیدا کردن. امسایه های ما، مگه شهید ضیاءالحق به یاد دارم باید بگویم، یک روز در برابر مجاهدین دموجه کسی گپ زد، گفتن او مردم ناسپاسی نکنین برای ملت خود، گفت ناسپاسی نکنین، روسا در دان دروازه هایتان استاد است، اینمی افغانا اصلا جنگ شما را میکنن، جنگ خود را نمیکنن، جنگ شما را میکنن، ملکشان اشغال شده، همی جنگشان برای نجات شماست، دروازه های شما را حفاظت میکنن، چرا ناشکری میکنه؟ این گپش به یادم است. و برای امت مسلمه هم این جهاد یک رونق جدید داد. شما ببینین از لحاظ تاریخی ترانه های که نهضت های اسلامی میخواند پیش از شروع جهاد افغانستان همه از مظلومیت حکایت میکرد که فلانه نفر در زندان اینطور مظلومانه کشته شد، فلانه نفر زیر تعذیب اینطور مظلومانه زندگی میکنه. بعد از جهاد افغانستان رنگ ترانه ها تغییر خورد، از انتصارات مسلمان ها نشیدها بلند شد، از کامیابی های مسلمان ها، از سربلندی ها و افتخارات مسلمان ها ترانه ها سروده شد. رنگ دنیا تغییر کرد. دنیا باید ممنون از این جهاد و مجاهدین بوده و جزای احسان هم احسان است، اما دنیا این احسان را به احسان مقابله نکرد متاسفانه. امو جهادی که آزادگر بود، امو مجاهدی که آزادگر بود، بعد از آزادی افغانستان اکثرا گفتن که یا دهشتگر است یا وحشتگر است، اینا ناقض حقوق بشر هستند، اینا مخالف صلح هستند، مخالف آزادی هستند، امثال از او بسیار گپا زده شد و با افغانستان ودا کردند. با افغانستان ودا کردند، با ملت افغانستان ودا کردند، روابط دیپلماتیک خود را امرایشان قطع کردند. در وقت جهاد امرای ما کل دنیا آزاد روابط داشت، بعد که به افغانستان آمدیم قطع کردیم. دشمن قوی و کلانشان زده شد، آرزوی دنیا برآورده شد، آرزوی ملت محروم و مجاهد افغانستان هنوز آغاز نشده بود که با مصیبت های دیگر روبرو شد. این یک گپ بود که ما سر دنیا منت داشتیم، این منت را نفهمیدن، احسان کرده بودیم، احسان را ادا نکرد. خیر، اجر ازیر از خدا میخواه. مطلب دوم میست که اکثر مردم تحلیل میکنن، تجزیه میکنن که چرا در برابر مجاهدین که نو با کابل رسیدن، نو نظام گرفتن، چرا مشکلات در برابرشان ایجاد شد، چرا پرابلم ها ایجاد شد، چرا نماندن که نظام خود بسازه. هر کس نظر خود داره. نظر شخصی میست که این ملت صاحب ویتور خوانده بود، صاحب ویتور شکستانده بود و در دنیا می تعامل است در بازی ها که هر کس قهرمان را بزنه به عوضش قهرمان میشه. این ملت مستحق ازی بود که باید صاحب ویتو میشد. اتحاد شوروی صاحب ویتو بود، در برابر اینمی افغانای سرلوچ و پایلوچ شکست خورد، به زمین افتید. این عزت را حریفا، دشمنا و مخالفین، امی سه طبقه هیچ کدامش برای از افغانا روادار نبود. نمیخواستن از یک طرف که یک افغانستان مبتنی بر پایه های جهاد قد علم بکنن، ایره هیچ کس نمیخواست. نمیخواستن که اینمی انتصارات و افتخاراتی را که افغانا برای امت مسلمه کمایی کرده ای سالم ببانه. ای را خواستن خدشدار بسازن، پترول زدن، در دادن. یک وقت ما زنجیر غلاما را مشکستاندیم، امروز آزاد مردا از ما و شما گله داره. زنجیر غلامان شکند همت افغان، امروز
هر آزاد افغان گله داره، حق دارن که گله کنن. ما برای از اونا مژده آورده بودیم، آزادی آورده بودیم، عزت آورده بودیم، لکن خراب شد، زدنش، اوگارش کردن. برای امت مسلمه یک افتخار آورده بودیم. بعد از سالهای دراز سرکوب شدن تحریک های اسلامی در تمام جهان اسلام، تحریک های اسلامی سرکوب شده بود. فقط خبر شهادت، اعدام ها، از بین بردن ها در زندان ها را میشنیدیم. لکن با شروع جهاد افغانستان نهضت های اسلامی دنیا یک روح تازه پیدا کردن، امید برشان پیدا شد. امروز این گپایی که در دنیا روان است، هر چی که بگوین یا نگوین، یک الهام از رستاخیز مردم افغانستان گرفتن. ما علیکین واری ما حول خود را روشن کردیم. متاسفانه که قسمت گرداگرد نزدیک ما تاریک ماند. خوش هستیم که به دنیا روشنی را آوردیم. خوش هستیم که از برکت جهاد ما بسیاری از ملت‌های مظلوم و مقهور دنیا آزاد شدند و امروز از نعمت خودمختاری و آزادی برخوردار هستند. گپ اصلی مسئله امروز، وقت کم است دوستا، سر صلح میایم. در مورد صلح فرمان خدا، دستور خدا 3 مرحله را پیش بینی کرده. اگر اینمی 3 مرحله به ترتیب رعایت نشه، ما صلح را صاحب نمیشه. امروز که ما در این مجلس دوستای ششتن که درگیری از این جنجال نیستن، اما خواهان ختم مسالمت آمیز از این جنجال هستند، خواهان صلح هستند. خداوند جلت عظمته در سوره حجرات وقتی که میگه که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، اگر دیدین که 2 گروه مسلمان با هم درگیر هستند، بینشان صلح بکنیم. واجب است، فرض است، مسئولیت امت است. تلاش بکنیم، سعی بکنیم. این مرحله به گپ حل ساختن است، این مرحله به مذاکره حل ساختن است و این مرحله از راه دوستی و میانجیگری از بین برداشتن این مشکل است. مرحله دومش اگر این حل شد در مرحله اول، بسیار خوب، بسیار خوب، چقدر چیزی با زهی سعادت اگر در این مرحله حل شد. اما گاهی وقت حل نمیشه. ضرورت به چی مفته؟ آیا مایوس شوند مردم برن واجبشان خلاص شد، مسئولیتشان خلاص شد؟ نه. خداوند 2 مرحله دیگر را برشان بیان کرده در اونجا. میگه که اگر یکیش تن نداد، سرکشی کرد، فإن بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکیش سرکشی کرد، به صلح تن نمیداد، به معقولیت و گپ راست تن نمیداد، فقاتل التي تبغي حتى تفیء الی امر الله. در اینجا مسئولیت میانجیگرا و مصلحا سنگین میشه. میگه امو کسی که امو طرفی که سرکشی میکنه از صلح، بکوبینش، جنگ کنین امراش، سرکوبش کنین تا که آماده شوه به حکم خدا که صلح است، تن ببانه. این مرحله دوم است. نیگوشیشن و مذاکره و میانجیگری ها زیاد شده در این مرحله. کلگی مثل که در پالوی سیل استاد باشه، پیش میشن باز یک قدم پس میرن، پیش میشن گاهی باز یک قدم پس میرن، تا در مرحله دوم دنیا پیش نشد. ما منظورم تنها کوبیدن طالبان. طالب کیست؟ طالب یک ابزار است. ما تعالی از این تحریک یک تایتل میشناسم، یک تایتل است. زیر از این تایتل فوجهای منظم جنگ میکنه، گروههای منظم جنگ میکنه، دیگه جنگ میکنه. اگر مشکل متن با ملا عمر می بود، میرفتم زناقش میگرفتم میآوردمش.
با طالبان می بود، می رفتیم زناقشان هم می گرفتیم وزر می کردیم. مگر من می فهم که مشکل افغانستان به این حل نمیشه. این مشکل پیش از این که ملت ملاحمه را بشناسه این مشکل شروع شده بود و گیی بیا هم این مشکل دوام میکنه. سبا روز همی کلی از یا آمدن که تیما یک جای شدن، کسایی که نمیخواهن، حریفایی که عزت افغانستان و سلامتش نمیخواه، به نام اولاد شهدا یک تحریک دیگه جور میکنن. جنگ خود کسی دیگه میکنه، عنوان آسان است که بسازه. به نام بقای مهاجرین یک عنوان دیگر اختیار میکنه. این وظیفه دنیاست، وظیفه مصلحین است که مردانوار وارد میدان شود. کسی که صلح نمیخواه و مانع صلح میشه در برابرش قرار بگیرن تا که آماده شود به صلح تن بده. و وقتی که به صلح تن دادن در اونو وقت است که باز مرحله سوم شروع میشه که او را خداوند جل عظمته هم در آخر از این آیت آورده که فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر وام تن داد، فشار سرش آوردن تن داد، باز بینشان به عدالت صلح بکنین و خوب سنجیده نصیب و حق هر کدامش در نظر گرفته باز بینشان فیصله بکن. تا که این سه مرحله را ما به ترتیب طی نکنیم دی ملک صلح نمیه. خلاف پروگرام خدا از امیجا برتان میگم، قسم به خداست که 1000 سال بزنین اگر صلح را بیارید. چرا رای را که خدا گفته او دو را غلطی نیست، بغیر از او را صلح هم آمده نمیتونه. بالکل اگر مردم دنیا خواسته باشند که بین ما صلح بیا، رایش ای نیست. اگر ما سرکشی داریم ما را در کله کله ما بزنن سرکوب کنند. اگر مخالفین سرکشی داره اونا را سرکوب کنند و اگر جهت‌های دیگه سنگ اندازی میکنن اونا را سرکوب کنند. در اون صورت با صلح آمده میتونن. با عذر و زاری نمیشه. او روزم گفتم هر قدر که عذر کنیم میگن ضعیف است، یک مشت دیگه بزنش ختم میشه. چی خوش گفته که اظهار عجز نزد جفا پیشه ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. ما باید اشک نریزیم. اشک ما آتش خشم دشمن دیگام تیز میسازه، آتش ظلم و طغیانش تیز میسازه. و یک گپ برای مداخله‌گران مسلمان و یک گپ برای مداخله‌گرانی که به اسلام پابند نیستن بر دوش دارم. و گپ از من نیست، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم میگه و ایج ظالم و مظلوم معلوم است در این بیت. میگه که من مشى مع ظالم و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. کسی که با ظالم با وجود شناخت که ظالم است قدم زد یعنی کمکش کرد، از اسلام برآمد. سرنوشت خود کسایی که خود مسلمان میدن و با ظالم کمک میکنه در پرتو از این حدیث مبارک سرنوشت خود ببینه که به چی سرنوشت دچار میشه. و در حدیث دیگه مبارک میفرماید که و عزتی و جلالی، حدیث قدسی است، و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی عاجله او آجله ولانتقمن ممن رأى مظلوما فقدر ان ینصره فلم ینصره او کما قال صلی الله علیه وسلم. خدا با عزت و جلال خود قسم خورده که من از ظالم زود یا دیر انتقام میگیرم و از کسی هم انتقام میگیرم. قسم همون قسم است که با عزت و جلالش است که من مظلوم را میبینه، توانایی نصرتش هم داره و با مظلوم نصرت نمیکنه. خداوند با عزت و جلال خود قسم خورده که از یام انتقام میگیره.
دیگه دوستا عزیز، امیدوار هستم خدا کنه که بحث در این مجلس روی اینمی برنامه صورت بگیره که خداوند دوره برای ما ضمن فرمان خود روان کرده. د ټولو دپاره بیا هم موفقیت غواړم. ټول بیا هم ستړي مشئ. دوستانو د خیر کار کې هم قدم ایښی ده، د خیر محفل ته راغلي یاستئ. خدای دې د دې محفل بحث هم په خیر ولري او روانېده دې هم په خیر وي او نتیجې دې هم خدای د دې زغمځپلي ملک د منطقې د امت مسلمه او د بشري ټولنې دپاره په خیر وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.